ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 67. хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад, ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд. бадин тартиб забони арабӣ илова бар забони динӣ будан, забони сиёсӣ, илмӣ, иҷтимоӣ ва тахминан забони расмии тамоми мусулмонон гардид. лозим ба ёдоварист ки нуфузи забон ва луғати араб дар тамоми давраи ҳукмронии онҳо яксон набуд. замоне ки онҳо сарзаминҳои гуногунро фатҳ карданд, ҳанӯз дастгоҳи мураттаби давлатӣ ва низоми идории мушаххас надоштанд ва аз лиҳози фарҳангӣ аз мардумони эрону мовароуннаҳр дар зинаҳои пасттар қарор гирифта буданд ва аксарияти лашкариони онҳо ки дар фатҳи ин сарзаминҳо ва мусулмон кардани мардумони он иштирок доштанд, бисавод و بیشتر مشغول نظارت انجام رسم و رسوم دینی بودند. از این لحاظ در آغاز اصطلاح عرب تنها مقدار محدودی کلمه و اصطلاحات دینی که طبعاً خاص دین اسلام بودند و در فارسی معادل نداشتند از قبیل حج، زکات، مؤمن، مسلمان، کافر، جهاد، آیت، قبله، محراب، منبر، تکبیر و امثال آن، در نوبت دوم واژه و لغت کوتاه سیاسی و اجتماعی فصیح عربی که در فارسی در برابر آنها لغت دراز و یا غیر فصیح موجود بود، چون ملت، دولت، خلق، حق و باطل، حرب، سلام، ظالم، مظلوم و غیره داخل شدند. در آخر عصر هشتم و در دوام عصر نهم که تشکیلات مرتب دولتداری عرب برپا شد، سازمان‌ها و مقامات گوناگون دولتی به وجود آمد و در زمینه فرهنگ به دست دانشمندان بزرگی که اکثریت آنها غیر عرب بودند، شاهکاری‌های فلسفه یونانی، پهلوی و غیره به عربی ترجمه شد و کتاب‌های فراوان دیگری در رشته‌های علوم، الهیات، سیاست، اجتماعیات و ادبیات تألیف گردید. به تدریج امپریای بزرگ اسلامی تشکیل شد و تمدن عظیم اسلامی پدید آمد که باعث رواج و رونق فوق‌العاده علم و ادب در بین مسلمانان گردید. در نتیجه زبان عربی و یک زبان توانا و وسیله نیرومند دقیق و گسترده برای بیان مفهوم‌های دینی، سیاسی، اجتماعی و علمی تبدیل شد. چون دولتی مرتب و منظم بنیاد گردید، کار و بار مردم به دولت، کارمندان
و اداره های دولتی افتاد، کم کم لغت و اصطلاحات اداری از زبان عربی گرفته شد و به کلمه و اصطلاحات مانند سلطان، شحنه، حاکم، استحکام، قضا، خلافت، تقصیر، میزان، خرج، مال، مستوفی و غیره به زبان ما داخل شد. ناگفته نماند که عرب ها نیز در این جریان برخورد و آمیزش با مردم فارسی زبان و زبان آنها مقدار زیادی لغت مخصوصاً در ساحه کارهای اداری اقتباس گرفتند و بدون تعصب آنها را استفاده بردند. به همین طریق زبان عربی به زبان تاجیکی به شکل‌های گوناگون تأثیر رسانیده تقریباً تمام ساحه و رشته‌های حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تاجیکان را فرا گرفت، به طوری که دانشمندان معاصر مقداری لغت و اصطلاحات عربی را در زبان ما از 40 تا 60% تخمین می کنند. محقق برجسته ایرانی علی فروغی حتی می نویسد که تمام مردم عالم پذیرفتند که زبان ما از نظر نبوغ ایرانی است و از لحاظ لغت عربی. احسان طبری باشد زبان فارسی دری را که با زبان عربی آمیخته شده است در واقع زبان نو می شمارد. لغت و اصطلاحات عربی را که به زبان ما داخل شده اند محققان به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند. دسته یکم کلمه و اصطلاحاتی که از آغاز ناپسند بودند و چنان ماندند. این دسته واژه ها بیشتر به زوری به سر زبان بار شده. دسته دوم لغتی است که در نظم و نثر پذیرفته شده بیش از 1000 سال است به کار می روند و پایه ادبیات دوره اسلامی را تشکیل می دهند. باید گفت که لغت و اصطلاحات عربی و قاعده های آوایی و دستوری زبان تاجیکی مطابق گردانده شده‌اند. علاوه بر تغییر طرز تلفظ آوازهای حلقی تغییرات دیگری نیز صورت گرفته است. یکم کلمه ترجمه در عربی ترجمه، توکل توکل، مسلمان مسلمان، شجاعت شجاعت، شعبده شعبده و غیره تلفظ می شود. دویم طوری که احسان طبری از قبر محمد قزوینی نقل می کند لغت و اصطلاحات فراوان دچار می شوند که روشنفکران ما از ریشه های عربی ساخته اند ولی عرب ها اصلا آنها را نمی فهمند و استفاده هم نمی برند. مانندی اعزام، روان کردن، تمدن، سلطه، عرض اندام، منور الفکر، اشغال کردن و غیره. سیوم استفاده واژه های عربی به معناهای به کلی نو. رعنا در تاجیکی به معنای زنی زیبا ولی در عربی به معنای زنی مغرور و متکبر به کار برده می شود. همچون جدول در زبان تاجیکی معنای مشخص گرفته است و در عربی باشد معنای جوی دارد. چهارم ساختن فعل از ریشه کلمه های عربی مانندی فهمیدن، رقصیدن و غیره.
پنجم، استفاده لغت‌های عربی به معنایی که عرب‌ها آنها را نمی‌فهمند. تحکیم روابط، حکومت ارتجاعی، شعور انقلابی، ملی کردن، انکشاف علم و صنعت. از این نمونه ها بسیار است. با همین طریق می‌بینیم که اکثریت کلمه و اصطلاحات به کلی تاجیکی شده 1000 سال است که به معناهای تاجیکی به کار برده می‌شوند و باعث غنامندی زبان تاجیکی گردیدند. آمیزش زبان تاجیکی با زبان عربی تنها در دایره لغت و اصطلاحات نیست، بلکه گاه‌ها بعضی قاعده‌های نحوی آن در سیستم صرف و نحوی گراماتیکی زبان نیز تأثیر گذاشتند. امروز بعضی کلمه‌های تاجیکی به شکل عربی جمع‌بندی می‌شوند و مانند دهات، نگارشات، دستورات، فرمایشات، باغات، نوشتجات و غیره، و یا استفاده تنوین در ساختمان کلمه های تاجیکی از قبیل فوراً و امثال آن. اما مهمترین تأثیر ضررآوری که زبان عربی به جا گذاشت از زایندگی و ایجادگری بازماناندن سیستم فعل‌های ساده زبان فارسی می باشد. مثلا به جای گردیدن تغییر کردن، به جای آموزاندن تعلیم دادن و امثال آن. سبب آن داخل شدن مصدرهای عربی بود که ناچار با فعل‌های یاری دهنده کردن، شدن، گردیدن، نمودن و غیره همراه می شد. نفوذ مصدرهای عربی و قدری بود که حتی در مورد مصدرهای تاجیکی رسم شد که اول از مصدرهای تاجیکی اسم مصدر می ساختند و آنگاه اسم مصدر را به شکل ترکیبی می درآوردند، مانندی کوشش کردن به جای کوشیدن، آموزش دادن به جای آموزاندن، مالش دادن به جای مالیدن، کاوش دادن به جای کاویدن و دیگرها. حاصل این شد که به طور کلی امروز مصدرهای زبان تاجیکی به این صورت صرف می شوند و در اکثریت موارد فعلهای ساده جای خود را به فعلهای ترکیبی دادند. حاصل سخن در این بابت چنین است که در برابر تأثیر زبان عربی نباید اظهار تأسف و نگرانی کرد، زیرا در بعضی موردها به گسترش و پیشرفت زبان تاجیکی مدد کرده است و امروز هم منبع مهمی برای ساختن لغت و اصطلاحات نو به شمار می رود. ورود هزاران لغت و اصطلاحات از زبان عربی برای زبان تاجیکی دیگر خطری ندارد. اگر خطر می داشت، زبان عربی در طول 1400 سال رابطه به نفوذ بی سابقه خود که در این بحث قسمت از آن یاد شد به کلی می بایست زبان تاجیکی را نابود می کرد. حالان که نه تنها چنین فاجعه روی نداد، بلکه برعکس توانایی زبان تاجیکی در بیان باریکترین و دقیقترین مفهوم و معناهای فکری و معنوی و پیچیده ترین مسئله های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در نوبت اول مربوط به همان داد و گرفت بوده است.
خصوص اقتباس کلمات و اصطلاحات عربی به زبان ما باید گفت که بیشتری این واژگان و اصطلاحات وابسته به آن که زبانهای عربی و تاجیکی در افاده و بیان تا اندازه قاعده های آوایی همگون دارند، از نظر آوایی به تغییر مانده. کتاب، مکتب، ملت، دولت، مملکت، انقلاب، قران، سمت، منطقه، حدود، خبر و غیره. کلمات و اصطلاحات اقتباسی از زبانهای دیگر از جمله اصطلاحات هندی، یونانی، عبری و غیره وابسته به روح زبان تاجیکی و تغییرات زیاد آوایی دچار شدند. از جمله اصطلاحات نجومی ادماسه در اصل ادهیمسه، بحکتی، نوانشک، نوانچک و غیره از هندی، اریسماتیکی، اریفمیتیکا، افیون، آپیوم، افیجیون، اپگی، افریجیون، پیریگی، ماریخولیا، میلانخالیا، حیولا، ماتیریا و غیره از یونانی، بسیطه، بشیطه، خسارین، خسیره، کسدران، کسیدره و غیره از عبری و دیگرها. ذکر این مطلب هم مهم است که بعضی اصطلاحات و عباره‌های عربی به تاجیکی به شیوه معمول نوشت این زبان به رعایت موافقت صفت و موصوف و جنسیت که به زبان عربی خاص است اقتباس گردیده در آثار علمی و غیر علمی آن استفاده شده. اجسام مختلف، نه اجسام مختلفه، اغذیه صفرایی، نه اغذیه صفراییه، جهت مختلف، نه جهت مختلفه، رطوبت اصلی، نه رطوبت اصلیه و غیره. در هر صورت چنین به نظر می رسد که رابطه زبان عربی و زبان تاجیکی فارسی در طول تاریخ در مجموع مناسبتی سازنده بوده است. تاریخ 1000 ساله زبان تاجیکی را از جهت تحول و تکامل بعضی دانشمندان به 3 دوره مهم تقسیم کردند: دوره رشد و تکوین، دوره معیاربندی ادبی، دوره تحول و تجدد. چنین دوره بندی در مجموع برای زبان فارسی در دوران مشترک، یعنی تا عصرهای 17 شاید کامل و صحیح و قابل قبول باشد، ولی طوری می‌دانیم در 2-3 قرن اخیر فارسی زبانان در هیئت دولت و کشورهای مستقل، محیط فرهنگی گوناگون و شرایط اجتماعی و سیاسی مختلف زندگی می‌کردند و زمینه‌های رشد زبان آنها یکسان و گاه مساعد هم نبوده است. طبیعی است که این عامل‌ها در زبان به اثر نمانده، علاوه بر تفاوت‌های محلی دوره‌های اول، بعضی ویژگی‌های دیگری نیز در راه رشد و تکامل به آنها افزوده است. بنابراین وقتی سخن درباره زبان تاجیکی ما می رود، به نظر ما آن را باید به دوره‌های زیرین تقسیم کرد: دوره تشکل و تکامل، دوره معیاربندی ادبی، دوره تجدد و نوجویی، دوره زبان تاجیکی عهد شوروی و دوره زبان تاجیکی زمان استقلال.
دوره اول. این دوره از قدیمترین آثاری برجامانده تاجیکی فارسی دری بعد از اسلام است تا قرن 12. بعضی خصوصیت‌های خاص زبان این دوره چنین است: یکم، هنوز چگونگی تلفظ کلمه ها شکل یگانه و ثابت ندارد. نویسندگان یا کاتبان هر کلمه را مطابق تلفظ محل خود ثبت کردند. یک کلمه در آثار نویسندگانی که از منطقه های مختلف این سرزمین برخاستند از جهت تلفظ فرق می کند. مثلا دیوال، دیوار، دانشمند، دانشمند، اشتر، شتور، دشخوار، دشوار، شنبر، چنبر، فرشته، فرشته، خوابانیدن، خوابانیدن، افگندن، افکندن و مانند آنها. دویم، شیوه کتابت یا رسم الخط نیز در دوره اول قاعده استوار ندارد. سیوم، نظام صرف فعل در این دوره بسیار وسیع‌تر از دوره‌های بعد است. صیغه‌های گوناگون برای بیان حالت‌های مختلف فعل دیده می شود که بعضی از آنها خصوصیت عام و بعضی دیگر تنها در آثار چند نویسنده دیده می شود و از این رو گمان می رود که آنها خاص محلی معینی بودند. از جمله در آثار نثری این دوره می خوانیم: مبینما روی او اگر عهد بشکنیم، اندوهگین مگردانا تو را گفتار ایشان. اگر ما بخواستیم به جای شما فرشتگان آفریدیم، اگر دانستمی او را با خود آوردمانی. کاش که من بدانمی که از من چی آیدی. اندران 8 شبانه روز چیزی نیافت که بخوردی. گویی که زنجیر در دست و گردن ایشان استی. گویی کسی ایشان را در سجده افکندی. چهارم، در همه مأخذهای موجود پیشوندی همه و می به هر دو صورت استفاده شده است، اما در نسخه های قدیمتر استعمال شکل همه بیشتر است. پنجم، گاه پیشوندی همه به صورت ظرف به معنای همیشه، همه، پیوسته، پیاپی، همچنان و مانند اینها به کار می رود. همه لگد به قفای او زد. یوسف همه به اشک و خون آغشته به خدای تعالی بنالید. ششم، یک نوع فعل زمان گذشته نقلی به صورت رفتستی، بگفتستی و بخفتستی به جای رفته و گفته و خفته موجود است. محققان تخمین می کنند که آن شکل گویش محلهای خاصی می باشد. در بعضی لهجه های زبان تاجیکی تا امروز هم چنین شکلها را شنیدن ممکن است. هفتم، در ساختمان فعل نیز در آثار این دوره تفاوت‌ها دیده می شوند. از جمله بسیار فعل‌های ساده در این دوره به کار برده می شوند که در دوره‌های بعد یکسره از رواج افتاده و جای آنها را فعل‌های مرکب گرفتند: آختن، آگندن، آسودن، آغشتن، خریدن، بسودن. هشتم، پیشوندهای در این دوره موجودند که برای بیان معنی دقیق
به کار برده می شوند: بی، بر، اندر، فرا، فراز، فرود، فرو. ولی دیرتر استعمال چنین پیشایندهای فعلی کاهش می یابند و فعلهای ترکیبی از فارسی و عربی جای آنها را می گیرند. بداشتن، متوقف کردن، نگاه داشتن، برآمدن، بالا رفتن، طلوع کردن. این شکل در تاجیکی تا حال رواج دارد. اندر شدن، درون رفتن، داخل شدن، فراز آمدن، پیش آمدن، استقبال کردن. این پیشوندها از فعل ساده معنای نو می سازند. مثلا در کتاب و متنهای این دوره فعلهای مصدرهای زیرین به معناهای دیگر به کار برده شدند. بی بودن به معنای شدند، گذشتن، سپری شدن، بررسیدن، تمام شدن، بررسیدن، تحقیق کردن، خواندن، دعوت کردن. اما برخواندن به معنای قرائت کردن استفاده شده است و غیره. در کلمه سازی و شکل سازی اسم و صفت در این دوره خصوصیت های زیرین وجود دارد. یکم، صفت های عربی در بسیار مورد به قاعده فارسی با افزودن ای اسمی معنی ساختند. خجیلی، خجلت، شجاعی، شجاعت. دویم، جمع‌بندی عربی نسبت به دوره‌های بعدی کم است و کلمه‌های داخلی عربی به قاعده‌های فارسی با آن یا ها جمع بسته می‌شود. عالمان به جای علما، طبیبان به جای اتبا، شخص‌ها به جای اشخاص. سیوم، گاه بعضی شکل‌های جمع عربی همچون شکل تنها به قاعده فارسی جمع بندی می شوند. احوال، احوالها، اخبار، اخبارها، عجایب، عجایبها، شرایط، شرایطها. چهارم، ترتیب اعضای جمله صورتی یگانه و ثابت ندارد. مثلا در جمله خبری معمولا فعل در آخر می آید، اما در بعضی موارد شاید برای بلاغت سخن این ترتیب رعایت نمی شود. صندوق پدید آمد سرگشاده، کتاب تصنیف کرده بودم اندر علم این طایفه. این است به صورت بسیار مختصر نمونه از ویژگی های زبان تاجیکی فارسی دری در دوره اول که ما برای مثال از تحقیقات دانشمندان نقل کردیم. شما گفتار 67 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.